تعمیرگران راه آخرین کیلومترهای راه پرچنگ و ناهموار دهه قلعه دوست ناحیه دوشتیچ را منفرش میکنند. خرج آن را بیش از 1000 نفر ساکنان این ده که حالا در مهاجرت کاری فدراسیون روسیه قرار دارند و چند تاجر محلی پرداخت میکنند. عین حال قریبا 3-4 کیلومتری راه پورا تعمیر گردید و آینده نقشه ما با دوام کار آغاز دارد. ما همه جوانان وطنی تاجیکستان و تاجیکستانی از همه جوانان خواهش میکنیم که برای پیشرفت وطن عزیزمان هر یک ما باید سهم خود را گذاریم. این راههای ما بود که از دوره اتفاق شوروی تا حال وحشی اسفالت شدگی شد. عموما رحمت همین جوانان، همین مهاجرات مهنت و فرزندای دیار ما همش دستگیری همونا. ساکنان دیگر دهه‌های ناحیه دوشتیچ که قسمی از آن در مرز قرقیزستان زندگی می‌کنند و قسم دیگرش از دهه‌های دوردست و آسیب پذیر دانسته می‌شوند، توسط همین راه می‌گذرند. به سبب گرانی راه، نه همه رانندگان جرأت حرکت و بار کشیدن طریق این مسیر را داشتند. دخت، شکت، رود، میرد، موریک و همین دهها 17 دهه بین ما مرکز که می‌گذرد. استفاده می‌برند. ما همین وای کردیم که بین همین راه تا و 10 کیلومتر اسفالت پوش کنیم. من اکنون چنگ خاک‌ها آزاد میشیم. ماشینا ما کم خرج میشد. دیتلاش قدر ویران نمیشد. من خودم 50 سال قریب است که شوفری. همه جای دیدیم، شکر کنیم نعمت‌های خدا با. با خرج بیش از 3 میلیون سومانی حالا 6 کیلومتر راه داخلی قلعه دوست تعمیر می‌گردد، ولی صاحبکاران عزم دارند این تشبس را دوام دهند. جویبارای راه دیدید ما لطا خواباندیم برای اون که راه فرسوده دیگر نشود، آینده سیل و راه به نبرد، همه راه تازه آزاده ایستاد. وعده داریم آینده من این دیار سویت، ارچه های سرسبز، سایه افکن شینانده 35 سالگی استقلالیت به همین دیار همچون یک شهرچه گردانیم. اکثر راه‌های ماشینگرد تاجیکستان که زمان شوروی ساخته شدند، کهنه و فرسوده هستند و برای تعمیر هر ساله آن میلیون‌ها دلار ضرور است. راه‌های داخلی ناحیه دوشتیچ نیز به دلیل خودکفا نبودن بودجه ناحیه تعمیر کلی را ندیده است. تشبس اساسی تعمیر راه از سوی مهاجران و صاحبکاران هم به همین دلیل است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه دوشتیچ.